سلام دوستا، خدا کنه که همگی شما جور باشید. امروز بخیر باز ما شما در پرایوت لیبل در پروداکت هانتینگ کار میکنیم. ببینید پروداکت هانتینگ بیخی زیاد ضروری است که شما باید صحیح پروداکت هانتینگ باید بگیری، ایریا پیش ما باید زیاد باشه. و یم بخیر بیخی اینترستینگ کلاس است. بیخی شما چی رقم میتونی که از چند طریق ما امروز براتون کار میکنم بغیر از هلیوم 10 در پروداکت هانتینگ. کوشش کنید شما که کلاس که در خیر ببینید هر سوالی که پیش ما میاد در کامنت نوشته کنید و در کامنت هم نوشته کنید که کلاس چی رقم بود و چینل یوتیوب ما سابسکرایب کنید تا که آینده هر کلاس میاد با شما نوتیفیکیشن میاد. میریم طرف اسکرین، کلاس بخیر شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میم بخیر. ببینید در سریبرو مگنتس بلک باکس این خلاص شد. حالا خویش شده شما کم اشنایی که در هلیوم 10 پیدا کردید. هلیوم 10 چیز این مهم چیز است. در هلیوم 10 بلک باکس مهم است، سریبرو و مگنت این زیاد استفاده میشه در پرایوت لیبل. نوچ حالا این است باز هر چقدر که شما کار میکنید بس ان شاء الله مشکل شما حل میشه. بارزی این کالکولاتور و این چیزا داره یم بخیر ما شما بس تا آخر کلاس کم کار میکنیم. اول ما شما میایم امروز چند طریقه دیگه است که از طریق ما شما کار میکنیم پروداکت هانتینگ. یک است مور انشکر نیولیز ما سلر سپای شروع میکنم با خاطر از اینکه شما میخورن. اول از سلر سپای میتود. ببینید شما که از زیاد بلدیت داری سلر سپای که چی رقم میشه و چقدر که در هول سل ما شما زیاد استفاده میکنیم این متد و رقم در پرایوت لیبل زیاد چی میشه استفاده میشه. اگر شما از طریق سپای متد صحیح کار کنید بیخی زود میشه که شما نتیجه بگیرید. بیخی یک سکسسفول متد است. در پرایوت لیبل تقریبا 80% مردم که سلرای کردن که کار میکنه و از طریق سپای متد کار میکنه. چرا به نتیجه ما شما نمیرسیم؟ الان وقتی که ما شما در هول سل کار میکنیم اگر از طریق کیپا ما پروداکت میگیرم، از طریق کیپا باز میگیرم، از طریق سپای متد چرا که ما شما به نتیجه میرسیم؟ تو در پرایوت لیبل ما میرکم است. در پرایوت لیبل هم اگر شما این متد فالو اپ میکنی ان شاء الله ما شما بیخی زود به نتیجه میرسیم. هم پروداکت زود پیدا میشه ولی بچی خاطر وجه یک نیم صدر میاد. یک نیم صدر که میاد حتما یک نیم صدر که پروداکت لانچ میکنه خب بر ما یک اپورتونتی جور میشه که سلر پروداکت لانچ کرده این نیو آمده مثل ما واره خب بر ما هم یک اپورتونتی جور میشه. حالا ما چی کار میکنیم ببینید. میم به amazon.com از اینجا ما یک کاتگوری میگیرم. هر یک کاتگوری که باشه فور اگزامپل وود اند استین میگیرم. هر یک کاتگوری اگر شما بگید مشکل نداره بگید که ما شما کار همین زعفران نگیم 1001 صحیح است میگم. خب صحیح است بینگازی. ببینید هلیوم 10 چه رقم کار یه ما شما بخیر کار میکنه. ما که اینجا زعفران سرچ کردیم شما اینجا میبینید سرچ والیم هلیوم 10 چه رقم یک تول داره. چقدر کیورد اینجا بر ما بوده. هر یک طریقه چی است باز یه ما شما کار میکنیم. ما میایم چی میکنم سرچ میکنم. خب اینجا ما باید چه رقم پروداکت صحیح کنم؟ مروه نه سپای متد ما کار میکنم. سپای متد که ما کار میکنم ما اینجا یک پروداکت میبینم که او بیخی ریوی از بیخی کم باشه نیو باشه یک نیو سلر میبینم. صحیح شده؟ اینجا یک سری ما شما پروداکت انالایزیشن نمیکنم، پروداکت هانتینگ نمیکنم. اینجا ما یک استور را پیدا میکنم که او استور چی باشه؟ نیو باشه.
این چند ریویو داره 49 یه هم صحیح است. میبینیم که از این قدر هم کم به ما پیدا شده خوب است، یعنی از این قدر هم اگر کم به ما شما پیدا شده یه 86 است، یه هم خوب است. میبینیم شاید از این قدر هم کم بر ما شما پیدا شده 67 400 پلس سلز میکنه. پایین میبینیم که 26 یعنی 42 خوب است. او ای بی ام سرر داره حسین. ها این به نظر من خوب است 42. ما کنترل میگیریم در نیو تیب اوپن میکنم. چند تا استوری رقم اوپن میکنم، یعنی نه که مثل پم یک استور اوپن کردم، چند تا استوری رقم میگیرم هر چقدر که چی باشه، یعنی میبینم که در کدام یک بر ما اپورتونتی جور میشه. ببینی 39 داره. بله ای بی ام شاید خود میکنه او کدام چی میکنه ای بی ام این صحیح است 66 داره. این هم صحیح است. از ریوی از این بی ام میکنه. ببینید تقریبا چند داره 29 داره. این هم بیخی نیو است. همین رقم ما میبینم چند دانه استور ما اوپن میکنم. از یک چیزی که در هولسیل ما شما کار میکنیم، از یک استور ما شما چند دانه پیدا میکنیم. از یک استور میشه که ما 20 تا استور پیدا کنیم که 20 تا چی باشه نیو استور میباشه. او سیم در این کاتگوری کار میکنه. بعض کاتگوری فرق میکنه. حالا شما شاید اینجا شاید شما یکم فکر کنید که ما خو اینجا کاتگوری زعفران اوپن کردم، ما میخوایم که در کاتگوری از این کاتگوری خودم سلرای نو میای او باز که اون لیست میکنیم اون اوپن میکنیم بعد بین از این شاید اون پروداکت نیو لیست میکنه. یعنی اینجا ما کدام کاتگوری مشخص نکنیم که ما در این کاتگوری کار میکنیم، بس ما میخوایم که ما یک پروداکت باشه و این پروداکت باشه. صحیح است. چیزی که در هولسیل ما شما کار میکنیم میگن که برند باشه، در هر کاتگوری باشه برند باید به ما پیدا شه. اینجا هدف ما چی است؟ پروداکت است. صحیح است. کاتگوری مشخص نیست. در سپای میتود کاتگوری مشخص نیست که اگر شما کاتگوری در مشخص کاتگوری هم کار میکنید مشکلی نداره اینجا نوشته کنید. فور ایگزامپل ما زعفران گرفتم، شما زعفران بگیرید، وود اسپون است، اسپچولا است، الکترونیک است، آیس کریم اسکوپ است. در هر کاتگوری که شما کار میکنید صرف سرچ کنید پایین میاد. ببینید چی هست؟ هرات زعفران این شاید یک افغانی باشه. ولی اینجا بر ما بیخی خوب اپورتونتی جور میشه. اینجا بر ما شما خوب اپورتونتی جور میشه که استوری از ما شما چه کنیم ترک کنیم که چی رقم پروداکت خوب کیورد پیدا میشه. خوب کیورد اینجا بر ما شما پیدا میشه. حالا چی کار میکنه ما؟ برندش هم به نام سلکشن برند ال ال سی است. لوگوی شما میبینید؟ ها؟ لوگوی بوتل رو میبینید مثل هرات باشه از فارسی. بله هرات و پارسی است. این بالکل صحیح است. حالا ببینید یک چیز شما اینجا ببینید $24 میفروشه 4.6 تقریبا این سلر نیو آمده. این شاید ریویو مکمل 400 پلاس سیل داره 400 پلاس. ببینید 400 سیل میکنه ماهانه. این کجا نشته یا خوی جده در کابل که در هرات است. صحیح است. باز اینجا که ما پایین میایم اگر ما ریویو از میبینیم حتما شاید اینجا از واین زیاد گرفته. شاید بیخی نو باشه، شاید زیاد ریویو که گرفته شاید از واین پروگرام گرفته. ببینید پایین اینجا معلوم میشه خیلی زیاد از واین نگرفته، باز از واین که میگیره و هم اینجا معلوم میشه. استاد باز اینجا چی فهمیده میشه از واین است؟ او که از واین میباشه باز اینجا نوشته میباشه بلو سبز نوشته میباشه. علی به این معنی نیست که شاید یک سال پیش کار کرده. شما از اینقدر در یک ماه میشه که از اینقدر خوب روش کنید. چرا شما رو ترک میکنید که چه رقم کار میکنه؟ یک کرود مپ شما میگیرید. خب الان ما چی کار میکنم؟ میام استور از را اوپن میکنم. استور سلر را اوپن میکنم. سپای میتود چقدر کامیاب راست؟ آسان. همین رقم بیخی زیاد یعنی زیاد کاران کنه ایجنسی که از طرف خوب کار میکنه. چی در هولسیل چی در پرایوت لیبل است. ما میایم اینجا یک خویی است که از اینجا آدرس معلوم میشه. ببینید آدرس US سلکشن برند LLC. اینجا توتال ریتینگ 11 داره.
حالا ببینید 15 دانه پروداکت لیست کرده، 15 دانه پروداکت. ببینید چقدر زیاد کیورد به ما شما اینجا پیدا میشه. در پرایوت لیبل مکمل کار ما شما که کیورد است، کیوردز پیدا میکنیم، کیوردز که برای پروداکت خود پیدا میشه. ما اینجا هلیوم 10 اوپن کنیم که باز اون کمی وقت میگیره. هلیوم 10 این استور است. اینجا ما چی کار میکنم؟ اینجا باید ما سلمان چی کار کنم؟ ما اینجا استاد اکسری رن نمیکنم. با اکسری چی میکنم؟ پروداکت رو نمیبینم اینجا. ما اکسری رن نمیکنم. اینجا ما میبینم که چند دانه نیو پروداکت لانچ کرده ایده. این سلر یا نیو است. میبینم که از 500 ریویو کم باشه یا از 200 کم، هر چقدر کم باشه خوب است. صحیح شده؟ یا است برای پایین ما میایم یم نیو لانچ شده. میبینی بیخی نیو لانچ شده. صحیح شده؟ این بیخی نیو لانچ شده. به نظر ما بیخی نیو نداره. میبینی بیخی نیو لانچ شده. چه رقم اپورتونتی با ما شما اینجا جور میشه؟ ببینی یک ریتینگ داره. هراتی اسری به نام هراتی است برای این تقریبا این چند دانه میبینی هرات سپران. حالا ببینید این چی رقم کار کرده. این سیلر تقریبا 15 پروداکت میفروشه. هر یک از 400 200 پلاس سیل داره. 15 ضرب 400 کنید شما تقریبا میایه 1000 یونیت میایه. در 1000 یونیت اگر $3 پیدا میایه چقدر میشه؟ $3000 میشه. چرا جنس افغانستان میفروشه؟ در افغانستان نشسته. البته جنس اگر ما شمال کالکولیت کنیم این جنس شاید با $6 در امریکا ما شما با کم تمام شد. با $6 با $2 این هر رقم جنس که می باشه این 1 گرم سی پیدا میشه در افغانستان. او باز جنس خورد است. این بیخی مصرف نداره. این بیخی مصرف نداره. این اگر 1 کیلو هم باشه 1 کیلو هم اگر شما جور کنید شاید بیخی مصرف نمیاد. این رقم جنس است. همیشه کوشش کنید در پرایوت لیبل اگر شما پروداکت انتخاب میکنید پروداکت شما هم نه اور سایز باشه نه دایمنشن از زیاد باشه نه ویت از زیاد باشه. این رقم پروداکت انتخاب کنید که سر شیپینگ و استوریج و زیاد کاست نمیاد. حالا ببینیم اگر ما ایرا از افغانستان هم شت میکنم اگر یک باکس ما روان میکنم در یک باکس شاید چقدر زیاد میاد. شاید شیپینگ از بیخی نشه شاید $100 نشه شیپینگ از $100 نمیاد. اگر یک باکس در یک باکس کم از کم میاد 1000 یونیت میاد. حالا چی است؟ 1 گرم است. 1 گرم اگر شود تقریبا 1000 گرم 1000 گرم در یک باکس میاد. این بس $13 میفروشه. با پرایس خود کمپیتیشن نیست. هیچ چیز نیست که یک نفر بیا کردی کمپیتیشن کنه که شما چرا با پرایس کم میدی. ما بس این نیست. بدل خود میده. اسپانسر میزنه. این پروداکت 2 گرم است. 2 گرم. پرایس رو ببینید 2000 شد. اصل بیزنسی است. حالا ما شما اینجا چی کار میکنیم؟ ببینید هر پروداکتی که او پروداکت نو باشه ما اسن از چی میکنم؟ کاپی میکنم. کجا میبرم؟ در سربرو میبرم. چرا؟ در سربرو ما شما کیورد کامپیوتر خود چک میکنم که این کامپیوتر است. صحیح شده؟ حالا ما این ازر چک میکنم. و اول در مگنت ما شما چی کار میکنم؟ یک کیورد که در ذهن ما است. حالا پر ایگزامپل ما میگیم که ما پر ایگزامپل افغانستانز ما میبرم یا چی میباشه یا زمرد است یا ای است. البته که زمرد است در امریکا چی میگم این صحیح شده؟ ما میایم کیورد سرچ میکنیم. کیورد که ما سرچ میکنیم ما اون نشان میده که ببینید در امریکا که مردم میرا سرچ میکنه بین هم سرچ میکنه بین هم سرچ میکنه. حالا ما چی میکنم؟ کیورد ام جنس پیدا میکنیم که خب بین هم است. کیورد از خویی است. صحیح شده؟ حالا پر ایگزامپل افغان کارپیت است. حالا شما چی یاد داری که مردم میره در امریکا به نام افغان کارپیت یاد میکنه، به نام افغان رگ یاد میکنه، به نام وول کارپیت یاد میکنه، به نام چی یاد میکنه؟ به ما معلوم نیست. خب ما چی میکنم؟ ما کیورد ازی سرچ میکنم در مگنتس بعد از میبینم که به نام چی یاد میکنه. ما یک مثال براتون دارم. پر ایگزامپل کامرا است.
فور اگزامپل این آب است. صحیح شده؟ کسی آب مدنی میگه، کسی چی میگه مینرال واتر میگه، کسی چی میگه. معلوم چی است زیاد که مردم سرچ میکنه با کدام نام سرچ میکنه. صحیح شده؟ ما شما کدام کیورد پیدا میکنیم که زیاد مردم سرچ میکنه اون کیورد. ریکارد آن نیست؟ این چرا باز؟ ما میایم اینجا باز پروداکت میبینم که احسانی از این کم ایج داره. ببینید بیخی نیو است. از اینجا برای ما یک خوب اپورتونتی پیدا میشه. چه کار میکنم؟ ما اینجا میایم اول ما چی اوپن میکنم؟ ما سربرو اوپن میکنم. تا احسان میشه که ما اینجا پورت کنم. ون میگیرم. ببینید که اینجا کدام پروداکت هست. ببینید از این قدر این پروداکتی که ما و شما پیدا کردیم 69 بود یا چند بود ریویو از این قدر خوب پروداکت ما پیدا شد. ببینید سی ریویو داره. از این قدر دیگه خوب پروداکت ما و شما پیدا شده که تقریبا یم کم ریویو داره. این چرا ریویو نشه؟ این شاید بیخی نو باشه. در بالا بود یک دانش یک ریویو داشت. این شاید بیخی نو باشه. ما این بیخی نو است، یعنی هیچ ریویو نداره. این هیچ ریویو نداره. به این معنی که این بیخی نو است. هیچ ریویو که نداره به این معنی این بیخی نو است. ولی تا ریویو نداره. وقتی که ما شما یک اکانت لیست میکنم وقتی که ریویو نداره چی باشه هیچ چیزی نشان نمیده. سو به این معنی که بیخی نو است. یه ما خوب اپورتونتی است به ما شما. یه ما میگیرم ولی پروداکت بیخی نو لانچ شده. ولی سیلر کی میتونه خب ما میتونم این سیلر کی میتونه خداجات پروداکت لیست کنه. ما میتونم که این رقم کار کنم. میام اینجا تا احسان میشه که ما اینجا پورت کنم. میره خود چی کردیم؟ یم بیخی نیو است. هیچ ریویو نداره. حالا که بسر از این قدر زیاد تاسی با تایم کم میشه بسر از ولی نیو لانچ شده. وقتی که نیو لانچ نشه بسر حتما بالا میباشه. یکی ایدز رد میکنه، اسپانسر میشه این پروداکت بس خود به خود بسر چی میاد پایین میاد. حالا خب نیو لانچ شده به این معنی چی نداره. ببینید یک ریویو نداره. وقتی که یک ریویو نداره خب به این معنی که بیخی نیو لانچ است. به خاطر از این بسر قدر بالا است. شاید چی خبره؟ شاید در روز پیش پروداکت لانچ شده. سو به این خاطر اینجا بسر بالا نشان میده. میبینی یم بیخی نیو است. ما یه اسنم کاپی میکنم. یم نیو است. یم کاپی میکنم. یم بیخی نیو است. یک ریویو داره. بس از بعد کیورد بیخی زیاد میشه. حالا ببینیم ما تقریبا 1 2 3 4 5 6 ایسا پرایوت لیبل بیخی زیاد اینترستینگ بیزنس مدل است. اگر شما یک بار کار میکنید بیخی زیاد اینترستینگ است. اینجا ما چی کار میکنم؟ اینجا ما کار میکنم که این سیلر این کمپیتیتر ما از کدام کیورد استفاده کرده که این قدر جا پروداکت لانچ شده. ما چی رقم میتونم که مین کیورد این پروداکت پیدا کنم. بس مین کیورد ما شما پروداکت پیدا میکنم، یعنی سیلر که پروداکت لانچ کرده از کدام کیورد استفاده کرده. این خب اوای نماده. از کدام کیورد استفاده کرده این سیلر. کیورد از ما پیدا میکنم. ببینید 288 کیورد استفاده کرده این سیلر. یعنی در لیستینگ خود 288 کیورد استفاده کرده. حال در 288 کیوردز حتما به ما و شما هم ما شما چی کار میکنم؟ مین کیورد زیر پیدا میکنم.
صحیح شده مین کیورد زیر پیدا میکنم یه 288 کیورد استفاده کرده ولی ما شما مین کیورد پروداکت را استفاده میکنیم که مین کیورد چی است. فور ایگزامپل زعفران است، ترید است، چی است. صحیح شده. حالا اینجا ما معلوم نیست که مین کیورد این پروداکت چی است. شاید چی باشه، پریمیوم گرید زعفران باشه، شاید اکسترا سوپر نیجنز باشه. یعنی اینجا معلوم نیست که مین کیوردز کدام یک است. صحیح شده. ما شما را پیدا میکنم که تقریبا 300 و چند کیورد استفاده کرد. حالا ببینید یا اینجا ما مین کیورد استفاده نمیشه، معلوم نمیشه که شاید این باشه شاید پریمیوم گرید زعفران باشه، شاید این باشه پریمیوم گرید زعفران شاید باشه مین کیورد. یعنی یک چی میگم. حالا ما شما کیورد زیر پیدا میکنیم مستری که ازی ببینیم که چند دانه پروداکت ما شما میتونیم که پیدا کنیم. میایم ما به سریبرو پایین میایم. وقتی که ما اینجا میبینیم ببینید سرچ والی میجا تقریبا 38 نشان میده، 51 نشان میده. سریبرو ایکی سکور این قدر نشان میده. باز ما شما چی کار میکنیم اینجا 1 بای 1 میبینیم. اگر شما میخواهید که نو ما سیم میم که مین کیورد باید بر ما پیدا شوه، مین کیورد ما شما چی کار میکنیم سرازی باید ما شما 1 ساعت کار کنیم. 1 ساعت کار با چی من مکمل اینجا کرایتریا خود پورت میکنم، باز سرچ میکنم هر چقدر که میاد آخر ما دانه چک میکنم. آخر ما مین کیورد را پیدا میکنیم که از این کیورد استفاده کرده مین کیورد. این خوب مکمل کیورد است که استفاده کرده، مکمل کیورد که استفاده کرده 288 کیورد است که در لیستینگ خود دی سلر استفاده کرده. تو این میشه که شما 1 بای 1 ببینید. حالا 1 بای 1 خود زیاد است چک نمیشه. ما اینجا میایم سرچ والی میتم، سرچ والی اینجا کم میدم. چرا؟ باز اینجا کمپیتیشن هم باید چی باشه. یعنی کمپیتیشن پروداکت کم است. قدر زیاد مردم کمپیت نمیکنن. فور ایگزامپل اگر من بگم سرچ والی باشه کم از کم 200. 200 ما میگنم ماشین یعنی کم از کم 200 مردم سرچ میکنه در یک ماه. صحیح شده. 200 مردم سرچ میکنه. اگر شما 1000 میکنی یعنی به این معنی که 1000 مردم خیر سرچ میکنه. حالا ببینید یک جنس هست که صرف در افغانستان مردم افغانستان برای کمپیتیتر زیاد نیست. کمپیتینگ وقتی که یعنی کمپیتینگ سالری شما کم بود اگر سرچ والی بخی کم بود هیچ مشکلی نداره. فور ایگزامپل اگر کمپیتینگ سالری ما 100 دانه است سرچ 1000 بخی زیاد است سرچ والی. اگر 2000 است میگیم که 5000 باید باشه. صحیح شده. اگر بخی کمپیتینگ پروداکت ما 50 بود یعنی که اگر سرچ والی میکنیم سر ما کنیم سر مردم سرچ میکنه کنیم سر مردم میگیره ماهانه. بعضی میشه که شما تایتل دنسیتی چیزا شما خود به خود چک کنید. استاد فقط شما ماکنت چی برام گفتین سریبرو یکی چی مانا هستن؟ سریبرو کجا هست؟ بالا هست بالا رو هست. سریبرو کریتریون پروداکت سریبرو آی پی به این معنی خاصی جاست. سریبرو آی کیو است. سریبرو آی کیو هم این معنی داره هر چقدر که او زیاد باشه بله او قدر باید هر چقدر که زیاد باشه دلی زیاد باشه. سش دوات که کمپیتینگ پروداکت از 2000 زیاد باشه باید سریبرو باید از 5000 باید کم نباشه. یعنی خود از سریبرو از میگرن باید از دویش یک است فرق نمیکنه. صحیح شده. یعنی چقدر مردم میره خوش میکنه مردم هر چقدر که زیاد باشه یعنی به این معنی که مردم زیاد خوش میکنه. اگر سریبرو آی پی جمعیه و سریبرو آی پی جمعیه آی کیو سوری خیلی هم ماکنت یک چیز است. بله شما اسن یک کیورد کامپیوتر پیدا میکنید. در مگنت ما شما یک کیورد از ذهن خود داره. ایده خود میتونم که ما فور ایگزامپل ما یک جای میرم در سوپر استور میرم، در سوپر استور ما یک کیورد پیدا کردم یا ما دل ما مثلا مثال دارم ما میرم بعد انتیک پروشن ما پیدا کردم که یک پروداکت است این پروداکت ما پیدا کردیم تو بیا سرچ که مردم چقدر سرچ میکنه. یا فور ایگزامپل یک رفیق شما صبح شما میگه که ما خلای کارخانه دارم از این چیز یا ما میپروشم توی رو بر ما سرچ کو که چه رقم است مردم میره خوش میکنه یا خوش نمیکنه سلز میشه یا سل نمیشه ای است. اوکی الان ما اینجا میایم اپلای فیلتر میکنم
25 دانه آمد. اگر شما میخواهید که سیم کیورد باید پیدا شود، باید اینجا شما چی است در پریس شما نوشته کنید، پریس کانتینز نوشته کنید که زعفران باید حتما باشه. یعنی اگر اینجا به شما معلوم بشه که کیورد شاید باشه، for example پریمیوم گرید زعفران شاید است، ما میگیم که شاید زعفران خو مین کیورد است، شاید زعفران مین کیورد باشه، تو بیج زعفران نوشته کنید که زعفران مین کیورد از نباشه. باید بیخی مین کیورد برتان میکشه. مکمل کرایتریا که ما شما چک کنیم مین کیوردی رقم پیدا میشه، ما شما اینا وان بای وان چک میکنیم. خب ببینیم اینجا ما شما میایم یا است زعفران تریدز اینا میبینم که اول سرچوالی میبینم IQ سیبریز 22000 است، بیخی خوب است. سرچوالی من 60000 است. اینا ما چک میکنم از وان از آل تایم اگر چک کنم 1000 9000 بیخی صحیح است، خوب است، بیخی خوب است. suggest به پیسی بارل کار میکنیم. سی پی آر هم میشناسی چی هست؟ چی هست؟ سلب پروداکت کمپیتینگ پروداکت چند است اینجا؟ دوست یعنی بیخی خوب است، خوب پرچینی سرچوالی از 5000 بالا است، سربرو IQ از 5000 بالا است، سی پی آر کم داره، یعنی خوب است. کمپیتینگ پروداکت اینجا کم است. اما چی کار میکنم؟ میایم این طرف میبینم که پوزیشن رنکس، ریلیتیو رنکس، کامپیوتر پرفورمنس اسکور EMS چند چیزا در LMT نیو آمده، بعد وقت اپدیت میشه. خب میایم ایرا چی میکنم؟ اوپن میکنم. وان بای وان امریکا ما اوپن میکنم. وان که چک میکنم، چک میکنم 25 کیورد است، 25 وان بای وان چک میکنم. صحیح شده؟ در 25 کیورد ما مین کیورد پیدا میکنم که اخیر یک کیورد ما پیدا میشه که ما کیورد فاینال لیست میکنیم. از این 25 الان معلوم نیست که کدام یک شاید خوب باشه. صحیح شده؟ ببینید این پروداکت ما شما اینجا چک کردم بیخی خوب است. صحیح شده؟ IQ اسکور از چند است؟ سربرو IQ اسکور 22000 است. ولی بعد اگر این 2000 باشه در این سیچویشن میشه که ما ایرا لیست کنم. اگر 2000 باشه سرچ ولی از 6000 است، بیخی خوب است. یعنی اسپانسر پروداکت، کمپیتینگ پروداکت کم است، سی پی آر کم داره، تایتل دنتسیتی هم خوب است، یعنی از هر لحاظ خوب است. ولی بعد از ما میام اینجا چک میکنم که ببینید اول ما اینجا چک میکنم اگر یه از 2000 بالا بود باز کمپیتیشن کمی سخت میباشه، میبینم که اینجا یک اپورتونتی خوب بر ما پیدا میشه اینجا که ما هم در این پروداکت داخل شو. کمی لود شو. هر سال ما باید چه کار کنم؟ پایین نه حال اکسری رنگ حالا کیورد پیدا کردیم اونجا چک کردم حالا اکسری رنگ میکنیم میبینیم که این پروداکت چی رقم پروداکت است. ما اینجا پاکستانی از یک میپروشه، بدبختایی از افغانستان اکسپورت میکنه. You cannot review this picture on your current plan, unlock these and other great features. I am upgrading this plan. که سرچوالی ما شما اینجا چک کردیم و صحیح بود، سرچوالی مشکل نبود، ولی آل توتال دیونی چیزا از ما هاید کرد دیگه. کارن پلان شما چی نداره. مروال ما باید چی کار کنیم؟ سوال میبینیم اول بیسارش میبینیم کنسیستنسیشه اول وارش ما باید چی کار کنیم؟ اول ما سپانسر پروداکت چی میکنیم؟ هاید میکنیم. این خب بیخی چی شده؟ ها؟ سانی بیخی خوب کار کرد. میبینیم که منیم سلر که این سلر ها صحیح شده، این سی ریویو داره.
و بیخی نواسی 50 میگیره، یه نواسی 800 میگیره، 1000 میگیره. صحیح شده؟ 1000 هم صحیح است، 800 هم صحیح است، ولی سلری بیخی نمی آمده. پس میبینم دیگر هم میبینم تقریبا یه بیخی نواست، یه هم نواست 808 میگیره، 49 است. ایران می چک میکنه که 808 49 چند میگیره. چه شده؟ یه نفری مثال Bom site. خواهش صبر ما خود اوپن کنم. نیو ریلیزز ببینید یم ما اینجا amazon.com ببینید ما اینجا به صفحه امازون میایم. وکی لود شد. ببینید چی هست نیو ریلیز. صحیح شده؟ اینجا میام به نیو ریلیز کلیک میکنم. در نیو ریلیز چی هست؟ در نیو ریلیز به ما و شما پروداکت نشان میده در هر کاتگوری که نیو لانچ شده. سو وقتی که نیو لانچ شده یک کسا هم نیو آمده و حتما اینجا بر ما یک اپورتونتی جور میشه. صحیح شده؟ ببینید سلر است. حالا اینجا بر ما و شما ریویو هر یک نشان میده، در هر کاتگوری نشان میده. در هر کاتگوری ببینید پیشو لان اند گاردنز کاتگوری است. این پروداکت ها که طرف ما میریم باز نیو ریلیز ما نشان میده. صحیح شده؟ این نیو ریلیز آمازون رینیو است. این مکمل ببینید مکمل کاتگوری است. صحیح شده؟ در هر کاتگوری الما اگر بر هر کاتگوری که ما کلیک کنم نیو ریلیز به ما نشان میده. فور ایگزامپل در الکترونیکس میرم، در هند میرم، در هوم اند کیچن میرم، کندل میرم، کیچن میرم، هر یک کاتگوری که میرم از اینجا میشه. ببینید اینجا ریویو به ما شما نشان میده. 240 322 111 اگر ما این طرف میرم این کلوت است. خیر در کلوت کاتگوری ما شما زیاد نمیریم. این طرف ما میایم ببینید ایران میبینم 900 158 ببینید 48 صحیح شده. این طرف است اصلا که نیو ریلیز حالا ما چک میکنم ببینید یه است. ما پایین کاتگوری انتخاب میکنم فور ایگزامپل هوم اند امپروومنت شد. در هوم اند امپروومنت ببینید بیخی نیو است. ببینید حالا ما چک میکنم ما پروداکت رو اوپن میکنم. 1000 سیل داره، 27 ریتینگ داره. صحیح شده؟ حالا چی خبر است ما شما شاید داری پروداکت بر ما یک اپورتونتی جور شد. صحیح شده؟ این سیلر هم نیو آمده، نیو پروداکت خود لانچ کرده. اگر ما میبینم شاید داری پروداکت بر ما کدام اپورتونتی جور شد. ببینید حالا این پروداکت ما شما چی رقم چک میکنم. یک کوی است که ما این تایتل کپی میکنم، این تایتل پاس کجا پیست میکنم میگیرم. صحیح شده؟ ایسن اگر گرفتم در سربرو ما اینجا چی میکنم پیست میکنم کیورد از برام میکشه باز معلوم میشه اینجا که آیا اینجا کدام اپورتونتی است. از سرچ ولی از کمپیتینگ پروداکت معلوم میشه که چقدر است. یا اگر شما میخواید که دایرکت معلوم شه به ما که آیا در این پروداکت ما کدام اپورتونتی است یا نیست، شما تایتل اینجا کپی کنید. از تایتل معلوم میشه که کمپیتینگ پروداکت چند است، کمپیتینگ سلرات چند است. ما اینجا میایم amazon.com سه صد است. یعنی خوب است. باید صرف ما میبینیم که آیا ببینید نیو یم نیو است.
ببینی یم نیو است یم نیو است یم نیو است یم نیو است از طریق نیو ریلیز چقدر خوب پروداکت با ما شما پیدا شده. حالا من پردر با چی میکنم آنالایزیشن میکنم صحیح شده پردر من میکنم اکس رن میکنم میبینم سرچ والیم از را چک میکنم گوگل ترند از را چک میکنم و هر چیز A to Z مکمل ما چک میکنم. این ما از کجا پیدا کردم از طریق نیو ریلیز ما را پیدا کردم. حالا اکسری رن نمیشه که ما اکسری رن کنم. پرایس وار زیاد نداره. نیو ریلیز زیاد است خوب سیلز داره. اگر ما اکسری رن کنم بیخی ما بیخی خوب معلوم میشه. حالا ما اینجا اکسری رن میکنم. اول ما اینجا میایم اسپانسر پروداکت چی میکنم هایر میکنم. میبینم که برند دومیننسی داره نداره. تاپ 10 سلر نوت اترایز چرا نوت اترایز نشان میده. سرچ والی از اینجا میبینم سرچ والی اینجا معلوم میشه از آل تایم میبینم که باید از 5000 کم نباشه. ایرا میبینم توتال ریوینیو میبینم یعنی بیخی 1 میلیون از بیخی خوب است. اوریج ریوینیو بیخی 21000 است. اوریج پرایس بیخی خوب است. BSR هم بیخی خوب است. اوریج ریویو بیخی خوب است. ببینید یک از اوریج ریویو یعنی اینجا بیخی یک خوب چانس جور میشه بیخی نیو است پروداکت نیو است. این طرف که ما میام ببینید در تاپ 10 5 نفر سلر است که او چند میگیره 5000 ریوینیو جور میکنه. سو یک سلر که واز 5 داره. حالا ببینید ما اینجا میام من مکمل اینا اسن سلز است. اسن سلز ما میبینم هر یک ریوینیو میبینم یک دقیقه کار کنیم. این بخاطر از این نشان میده که چی است ان با پریمیوم اپدیت نیست. ببینید هم ان نشان میده نوت اترایز ریتینگ ببینید ان نشان میده ریویو به خاطر که چی است باید اپگرید شو. صحیح شده. میبینید سلر اول چند است ریویو 27 است. میبینم که 27 چند ریوینیو میگیره. اسن ریوینیو 515 میگیره. $500 است. دیگه نیو چی است؟ سو یا سری که نیو ریلیز. حالا شما میفهمید چیزی که ما شما کار میکنیم. زیاد پردر نیاز به پردر وریفیکیشن نیست که ما شما پردر سایزی کار کنیم که ببینید این رقم است رقم است. حالا ما جمعی کاتگوری دیگر را سلیکت میکنیم کاتگوری دیگر سلیکت میکنیم میبینیم که مثلا اکسری هم رد کردیم فاینال شد وسط چی میکنیم دیگه کدام برای پیش بردن شما بعد از سورسینگ از را پیش میبریم. ها سورسینگ از که پاینل کردیم سورسینگ که پاینل شده بعد از بخیر باز که اگر پراپیت داره بس صرف میبینی که رقم نشد که پیتنت کسی نپر دیگه کاپی نشد. از او هم آسان است. بعد از بخیر باز پروداکت پاینل لانچ میشه. یعنی بود نیو ریلیز فهمیدی؟ نیو ریلیز چی است؟ بعد از این ببینید ما اینجا میایم نیو ریلیز هم میرم چی کردم؟ مور اند شیکرز. مور اند شیکر ببینید اینجا میایم این چی است مور اند شیکر. المور اند شیکر به چی معنی؟ مور اند شیکر به این معنی که در
24 ساعت کدام پروداکت زیاد بالا رفته گراف از سیل از بالا رفته. یعنی پروداکت نشان میده که در 24 ساعت ببینید اینجا نشان میده بالا رفته. 55% سیل از چی رفته؟ بالا رفته. 53% بالا رفته. 44% بالا رفته. سو مور انشکر و پروداکت به ما شما نشان میده که یعنی پروداکتی که به آمازون هم نیو لانچ شده هم زیاد بالا رفته. یعنی اگر نیو لانچ شده از سابقه باشه و مشکل نداره ولی صرف پروداکت به ما شما نشان میده که زیاد در 24 ساعت گراف از بیخی بالا رفته. حالا ببینید یک نیو پروداکت است، یک ریویو داره 53% بالا رفته. ما میگم که شاید داری باید شاید کدام اپورتونتی جور شه. پای می کاتگوری دیگه میگیرم. کیچن اند داینینگز ببینید پروداکت است 204% سیل از بالا رفته. 24 ساعت 204% سیل رنگ و 116 ولی پروداکت نیو است. ما میره چی میکنم اوپن میکنم. ما کی را اوپن میکنم بعد ما چی کار میکنم تایتل از را کپی میکنم. اول یا اسن میگیرم در سربرو صحیح شده اسن میگیرم این رقم همیشه که شما تایتل از را کپی کنید یو د پن ایبانا میکنم بغیر از برند همین برند اینجا کپی میکنم. amazon.com امروز قدر بس است. صحیح شده صرف مورشن شکل کار میکنم بس است. سرچ ریزلت یعنی کمپیوتینگ پروداکت چند است؟ 1006 است. این خوب است. بعد میبینیم از یک طریق ما شما پاس شدیم. بعضی طرف میایم کامپیوترها میبینید نیو است. این نیو است. در پیج جوان باید 3 رقم این سه رقم زده شد که ریویو از 5 رقم باشه. صحیح شده؟ برای پرایس الان ببینید پرایس کانسیستنسی جا خوب معلوم میشه. چرا؟ به این خاطر که پیک اپ 1 است. پروداکتی که پیک اپ 2 باشه پیک اپ 3 باشه اونجا باز پرایس زیاد معلوم نمیشه. میبینیم که ای پرایس کانسیستنسی زیاد داره نداره و معلوم میشه. میبینی با 8 میپروشه با 16 این با 16 میپروشه این با 11 میپروشه. این پرایس کانسیستنسی می اینقدر زیاد نداره. هم یک باش میپروشه و فرق داره. ببینی 131 است. ای چند سل میکنه این باید معلوم شود. ولی سلرایی که نیو آمده اینجا ببینی 25 است. صحیح شده؟ ما شما این سلرا ببینی که چقدر ریویو میگیره. اگر این خوب ریویو میگیره بعد ما هم جای مجور میشه. الان اینجا باید چی کار کنم؟ اکس ری رن میکنم. صحیح شده؟ اکس ری رن میکنم. بعد از این بعد معلوم میشه ولی اکس ری خوب رن نمیشه.